به آماری که بهتون میدم دقت کنین. به شدت جای فکر و بحث داره. سبد خرید مردم تو سال گذشته از زبان دیجیکالا. خرید گوشی پرچمدار تقریبا 12% کاهش داشته. خرید موتور برق 139% رشد، چراغ قوه 36% رشد، دستگاه تصفیه هوا 57% رشد داشته. بعد از اون طرف خرید از برندهای پوشاک 11% کاهش. قطعات لوازم یدکی لوازم منزل 25% افزایش پیدا کرده. خرید اعتباری 129% رشد داشته. بعد از اون طرف خرید طلای آنلاین برای حفظ سرمایه بسیار مورد توجه قرار گرفته. حالا جالبه که توی این بلبشت و اوضاع بدی که تجربه کردیم سفارش کتاب 14% رشد داشته که این یه دونش آمار خوبیه. ارزونترین هدفون انکر که بیشترین نظر رو گرفته قیمتش 700,000 تومنه. یعنی اینی که بیشترین توجه روی این هدفون انکر بوده. پرفروش‌ترین خریدهای اعتباری چیا بودن؟ شکر، نوار بهداشتی، مرغ و پنیر. پرلایک ترین کامنت دیجیکالا هم تو سال گذشته با چنین محتوایی شروع شده. اول از همه آرزو میکنم همه مردم گوشی که دوست دارن رو بخرن. ایران و ایرانی لایق بهترین است. این گزارشی که بهتون دادم یک ذره ای از داده های داخل گزارش سال دیجیکالا بود که به شدت پیشنهاد میکنم اگه صاحب کسب و کار هستین بخونینش، اگر هم نیستید حتما بریم بخونین. خیلی جای فکر و بحث داره، خیلی زیاد.